بیشتر هستش. سوء استفاده عاطفی تاثیر متفاوتی ایجاد میکنه و کسانی که در دوران کودکی مورد سوء استفاده عاطفی و همینطور جسمی قرار گرفته باشن باعث میشه که قسمت مغز ما، اون قسمت خودآگاهی یعنی قشر پیشانی رو پردازش میکنه و به ما کمک میکنه تا احساساتمون رو بفهمیم و با اونا راحت‌تر کنار بیایم که حالا این کنار اومدن مغز مرتبط میشه با لوب گیجگاهی میانی ما در مغز که باعث نازک شدن قسمت‌های از مغز میشه که در این مناطق مغز وقتی نازک شدن اتفاق میفته اشاره پیدا میکنه به توضیح میزان بالای اضطراب و افسردگی در افرادی که مورد سوء استفاده عاطفی و بی‌توجهی قرار گرفتن. حالا یک خبر خیلی خوبی که در انتها میخوام به شما بگم اینه که با وجود ترومای کودکی مغز با تجربیات جدید رشد میکنه، سازگار میشه و تغییر میکنه و ایجاد و حفظ ارتباط اجتماعی از سلامت مغز ما محافظت میکنه. پس چه نتیجه ای میتونیم بگیریم؟ این که اگر که ما ترومایی در دوران کودکی داشته باشیم که 100% اکثرمون یا همه ما انسان ها به نوعی یک سری تروماها رو در زندگیمون داریم، وقتی که بریم برای درمان پیش یک متخصص قطعا میتونیم اون قسمت های از مغزمون که دچار آسیب دیدگی نازک شده باعث بشیم که تغییر پیدا کنه و سازگار بشه با اون شرایط و اون وضعیت جدید که دیگه تروما حل شده و درمان شده. پس قابل درمانه و حتما باید برای درمانش پیش یک متخصص خوب و کاربلد بریم تا بتونیم زندگی خوب و با کیفیت تری رو تجربه کنیم. ممنونم از همراهیتون و تا ویدیوهای روانشناسی و مفید بعدی خدا نگهدار.